در ادامه این ویدیو آینه های ماشین رو ما برقی میکنیم. نایس. بچه اومدیم خفن ترین مجموعه 207 اینطور نشون بده. رفتیم اتومیلاد، این مغازه دومشونه، گفتن که بیایم اینور اتوکایان. یه مدل داره کلا؟ دو مدل داره. یه مدل هستش موتور خالیه، یه مدل هست با پایه. اون با پایه رو کامل. بعد یه موتور خالیه یونیورساله و همه ماشینا میخوره. یه چیز خیلی گندی در میاد. تر و کسب و اینه. این نه کاملا پایه‌اش عوض میشه، رده و سیمکشی میاد. خب بعد اینکه یه سوال من، حالا بعضی موقع مثلا آینه بسته نشه، مثلا در رو قفل می‌کنی، اونو چیکار باید بکنی؟ مثلا دکمه چیزی طراحی نمیشه که؟ دکمه داره، موقعی که سوئیچ بازه می‌تونی دکمه رو بزنی در چیز قفل بشه. با اونجوری بسته نمیشه، درسته؟ نه بسته میشه دیگه. بسته؟ اون بسته میشه آره. حاجی تو 2 دقیقه کلا آینه ها رو باز کرد. تمام. چند تا مرحله داره کلا؟ الان آینه باز شد، بعد چه اتفاقی میفته روش؟ آینه اوراق میشه، تیکه تیکه میشه، موتوره میاد، دوره بسته میشه، بعد میریم تو ماشین ردوسی. یعنی فقط یه موتور اضافه میشه بهش، درسته؟ آره دیگه، پایه و کمره. رو هیچ کدوم از 206 207 آینه برقی نیست، درسته؟ آن رو استیا هست. سال 82 تا 1404 22 سال دارم. بهتون نمیاد نمیاد. اصلا. چند سال هم؟ من رو 32 بودم جدی. 2 بودی؟ امروز 36 رو تموم کردم، 37 شد. خوب مونده خدا باشید. امروز خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری، معنی مصدری می این بود 28 فروردین. تولدتون بود امروز؟ نه بابا. خب یه تخفیف خوب بهمون بده.
بچه‌ها این پایه‌های فابریکه. اگه جایی دادین نصب کردن واسهتون حتما پایه‌های فابریک رو بردارین که اگر حالا یه روزی خواستین فابریک کنین ماشینو نیازتون میشه. آقا یه دونه کلید هست، خب اینو اختیاری میتونید وصل کنید نکنید. اگه بخواید وصل کنید باید یه سوراخ بشه رو چیزتون. این مثل ماشینای دیگه که آینه‌شون برقیه، وقتی سوار میشی سوئیچ باز بشه میتونی باز و بسش کنی. تمام. 4900. فقط جسارتاً کارت به کارت. من خواستم بگم دانشجویی ما حساب کن، ولی چون تولدت حقیقتا دیگه چی داری میگی؟ نه هر چقدر که مثلا چیز دیگه همون سود شما چشم. خب حالا واسه مشکلی که میخوام تون بسته نشه مثل من، یه حالا حرکتی هست که میتونیم بزنین. خب شما اگه حالا بیرون انجام دادین یه دکمه باید توش تعبیه بکنن که از توی ماشینم باز و بسته شه. خب این دکمه رو وقتی ماشین روشنه، خب الان آینا بازه دیگه، خب اینا خاموش میکنم، اینو میبند، دکمه رو میزنم بره تو. خب الان دکمه اگه تو باشه، من اگه بزنم بسته نمیشه. خب و زمانی هم که سویچ باز هستش باید این کارو بکنی، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا من میرم ای خدا، این دکمه رو میزنیم میاد بیرون. خب سویچ رو میبندم، الان بسته میشه. خب دوره رسیدیم به بخش مزایا معایب. مزایا این که خب آینتون برقی میشه اگر مثلا توی پارکینگ جایی پارک میکنین، خب خیلی راحت تره که با یه سویچ بزنین آینا بسته شه، نخواین برین این ور ماشین و دور برین اون ور ماشین. اما معایبش اینه که خب بحث گارانتی که توی همه ویدیوها گفتم که هر کدوم کوچکترین کار حتی به روکش هم بعضی موقع گیر میدن، حالا کاری به گارانتی نداریم، اما به هر حال دست بردن به استیم کشی ماشینه و ممکنه که مثلا باگای زیادی داشته باشه. مثلا من حالا دفعه اول که انجام دادم یه سری باگ ها به وجود اومد که مشکلات قابل رفعی هستن. مثلا دماسنج ماشین که به زیر آینه قرار داره اون مثلا کار نمی‌کرد، بعد دیگه شیشه مثلا سمت شاگرد بالا پایین نمیشد، آینه‌ای که هستش واسه شیشه آینه اون نمیتونستی تنظیمش کنی چون اونم برقیه و باگای از این قبیل هستن. پس جایی که میرین حتما مطمئن باشه این کاره باشن، چون هزینه‌ای هم که بابتش میشه هزینه کمی نیست، دیگه تو ذوق آدم میخوره. و آیا این کار رو پیشنهاد میکنم یا نه؟ من خودم شخصا یه حالا فلسفه‌ای هست، خودم اعتقادم اینه که مثلا تو جای شلوغ مخصوصا ماشین رو پارک میکنم همیشه آینه رو باز میذارم، چون وقتی آینه رو باز میذاری یه انگار مثلا حجم ماشین واسه ماشینایی که دارن میان واسه موتوریا بیشتره، میدونی بیشتر حواسشون هست، آینه رو اول میبینن دیگه. واسه همین احساس میکنم، یعنی تجربه خودم اینجوریه که ضربه خوردن به بدنه رو اگه آینه باز باشه به تبع کم میکنه.
خودم اگه برگردم به عقب این کار رو انجام نمیدم، اما باز خب راحتی های خودش رو داره، معایب خودش هم داره.